اما دوست عزیز، اون چیزی که شغل شماست برای خیلی ها حریم خصوصیه. طرف رفته بیمارستان دولتی، در اتاق دکتر رو میبنده، یواش به دکتر میگه دکتر جان من اینمه مثلا، فقط تو رو خدا خودت معاینه کن. دکتر میگه باشه عزیزم دراز بکش. موبایل دکتر زنگ میخوره، میره بیرون. به اولین پرستاری که میبینه میگه خانم بیمار اینشه، اقدامات اولیه رو انجام بدید من الان میام. پرستار میاد میبینه کار سخته، انترنا رو صدا میکنه، میگه بچه‌ها یه کیس آموزشی عالی، همونطور که میبینید اینشه. مریض داره دست و پا میزنه که دکتر کو. انترنا همه دوربین موبایل روشن کردن، میگن تکون نخور زوم کردیم رو اینت. همزمان دکتر بیرون داره مصاحبه میکنه با شبکه سلامت، میگه متاسفانه دارو واسه اینایی که اینشونه نیست، نمونش همین آقا. یعنی یه شب چنان معروف میشه که نقطه صفر مرزی که میره، سربازه از کشور مجاور براش دست نشون میدن، میگن اونت اوکیه؟